خدایا بازم شکرت. راضیم به رضای خودت. شما که خدایی. نمیتونم بیام گوشت بگیرم بگم خدایا چه کار میکنی با ما چه مشکلی داری. هر کاری که دوست داری بکن، هر بلایی که دوست داری سر ما بیار. شاید ما واقعا بنده های خوبی نبودیم برای تو، حق بود که الان موقع درآمد و موقع دلخوشی بایدی بلا سرم بیار. خیلی امید داشتم امسال، برنامه زیاد داشتم، کاری دستم ور نمیاد. حداقل اگه پایین بودی یه دو تا تو گوشید میزدم دلم خنک میشد. بازم شکرت. ولی رسمش نی. اصلا من بد بودم آقا، من بد بودم. بچه هم که دیگه بد نبودن. این روزی بچه های من بود، این حق بچه های من بود. دوست داری ما تا آخر عمر کارگر باشیم، دست ما جلوی این اون دراز باشه، ولی مطمئن باش من حق مای توی خدا میگیرم. تو هم وظیفت حق منو بدی. من بنده تو هم، بنده تو که دیگه نیستم. من بنده تو هم وظیفت آقا حق منو، روزی منو، بچه همو بدی. حالا هر کاری دوست داری بکن. اصلا عصری دوباره با طوفان بیاری تاشون دوباره